شما زمانی که میکروتیک و ماشین مجازی رو ران میکنید، صفحه مربوط به ورود به یوزرنیم پسورد برای شما باز میشه. شما یوزرنیم دیفالت ادمین و پسورد خالی رها میکنید. حالا اگر کامند اینترفیس رو تایپ کنید و از دستور پرینت استفاده کنید، میبینید که دو تا اینترفیس اینجا داریم که هر دو تا اینترفیس ها فلگ R گرفتن، یعنی تو وضعیت رانینگ هستن. حالا ما نیاز داریم که به اینترفیس اولمون یه IP بدیم. اگر بخوایم طبق سناریو انجام بدیم، الان IP 1.10 رو باید به اینترفیس اینترنت اختصاص بدیم که از اون ور گتویش بشه 1.1. ولی من چون که گتوی هم آدرس 6.1 هست، یه IP هم توی همون رنج اختصاص میدم. با کامند sh برمیگردیم قسمت اول، به بخش IP میریم، سپس آدرس، دستور ادو میزنیم، آدرس با کلید تب. مثل بقیه توضیح های لینوکس شما میتونید کامندتون رو کامل کنید. IP که من میدم 192.168 192.168 مثلا 6.250/24 سابنت رو هم میتونید به این شکل بدید به صورت نتورک آیدی، و اینترفیسی که میخواید به اون IP اختصاص بدید و اینجا مشخص میکنید که ما میخوایم به اینترفیس یک IP اختصاص بدیم. حالا اگر دوباره از کامند پرینت استفاده کنیم، میبینید که این IP اختصاص پیدا کرده. حالا اگر وین باکس رو توی هاستمون باز کنیم و 6.250 رو وارد کنیم، باید بتونیم به میکروتیکمون وصل شیم. همونطور که میبینید وصل شیم. خب همونطور که میدونید این ماشین مجازی تو مود بریجه، یعنی به سویچ وی ام نت صرف وصله، یعنی به سیستم خودمونم وصله به یه نحوی که قبلا توضیحش رو دادم. به خاطر همین میتونیم از این طریق وین باکس رو به راحتی باز کنیم. وقتی که وین باکس باز شد، اولین کاری که بهتره انجام بدید اینه که اسم اینترفیساتون رو عوض کنید. اولین اینترفیستون رو اسمش رو بذارید ون، که حالا برای دسترسی به اینترنت. میتونید اینجا براش کامنتی هم قرار بدید و اینترفیس دومتون رو با نام لن نامگذاری کنید که مشخص باشه هر کدوم به چه منظوری قرار استفاده شه. حالا برای انجام ادامه سناریو IP 172.16.10.1 رو اینترفیس لن قرار میدیم. به بخش IP آدرس میریم، اد میکنیم 172.16.10.1/24. اینترفیس اون رو اینترفیس لن انتخاب میکنیم و همونطوری که میبینید این IP آدرس اینجا اضافه شد.